بنابر خروجی بیماری سرخکان در تاجیکستان معرکه ایلاوگی امگذرانی شروع شد. این بیماری سرایتی که به قول متخصصان ماه اپریل امسال در میان کودکان ناحیه رودکی ثبت کرده بود، حالا به دوشنبه و منطقه‌های دیگر کشور پهن شده است. با این سبب از سنه 15 تا 26 می تمام اطفال باید در این معرکه امگذرانی شوند. مرکز جمهوری ایمونوپروفیلاکتیکی تاجیکستان شماره کودکان گرفتار سرخکان را 415 نفر حساب کرده است که نصف آنها در بیمارستان طبابت میگیرند. سال گذشته تعداد گرفتاران این مریضی همگی 52 نفر را تشکیل داده است. با نظر داشت که وزارت تندرستی و حفظ مالی اهلی جمهوری تاجیکستان در جمهوری تاجیکستان نقشه چهاربینی عاید پس نمودن بیماری‌های برای سرایتی برای واکسن اداره شونده را گزارنده ایستاده است. اما در سال 2017 یک چند بیماری سرخشه در جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شد. بنابر همین وزارت تندرستی حزب شورای اهالی جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفت که تا اینکه همین بیماری سرخشه و گلافشان را با پورگی از بین برد، تا اینکه در آینده کودکان با همین بیماری گرفتار نشوند. خصوصا وقتی که زنی حامله‌دار اگر با بیماری سرخشه یا اینکه با بیماری گلافشان گرفتار شود، کودکی که در بطن زنی حامله‌دار می باشد او یا اینکه با نقصان‌های مادرزادی تولد شدنش ممکن است. سرخکان بیماری شدید سرایتی است که به واسطه هوا و لعاب دهان از یک شخص به شخص دیگر می‌گذرد و سبب حرارت بلند و داغ‌های سرخ در بدن می‌شود. آرزه‌های آن خطرزا بوده حتی می‌تواند باعث فوت بیمار شود. طبق تقویم بر ضد بیماری سرخکان در تاجیکستان کودکان حتما در 1 و 6 سالگی ام کرده شوند. بر پایه تحلیل مرکزی ایمونوپروفیلاکتیکی کشور بیش از 90% کودکانی که امسال به این مریضی پیچیده‌اند با سبب‌های مختلف ام تقویمی را نگرفته‌اند. ولی شکرانه سلام و همراه دو طفلش باری هم از این معرکه کنار نمانده است و همیشه در اولین روزهای آن کودکانش را برای امکنی می‌آورد. بهتر میشد که فرزنده سر وقت ام گذارونیم. معنی ام گذارونی چی؟ همون نمودی همون میکروب می ویروس می همون ارگانیسم کودکو با وای میکن وارد میکنن با واسطه همون واکسینه ها. بعدی وارد کردن همون میکروب یا ویروس وای میشد. اگر که کمی کودک‌ها کسل شوند و همین بیماری سبکتر اثر میگذارونند. برای من کوشش میکنم که هر دوشا سر وقت بیارم و ام گذارونم. مسئولان مرکزی جمهوری ایمونوپروفیلاکتیکی تاجیکستان میگویند معرکه امگذرانی حدود 2 میلیون اطفال از 1 تا 9 ساله را در سراسر کشور فرا خواهد گرفت. این نوع ویروس در روسیه و بلاروس، چین و مغولستان و کره در گردش بوده است. تا کنون حالت فوت بیماران از این مریضی ثبت نشده است، ولی در حالت سری وقت واکسن نگرفتن آن میتواند عارضه داشته باشد. بیماری سرخکان از لحاظ سرایتی پس از زکام در جای دوم میایستد. حتی افراد بزرگسال که در خورده ام گرفتند با گذشت بیش از 10 سال مسئولیتشان ضعیف میشد و احتمال گرفتار شویشان به این بیماری زیاد است. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفتند برای ام کردن کودکان بیش از 2 میلیون وایه یا امپوله واکسینه ضد بیماری‌های سرخکان و گلافشان وارد کرده شده است. بار آخر در تاجیکستان سال 2009 معرکه امگذرانی سرتاسری بر ضد بیماری سرخکان صورت گرفته بود. به حساب عمومی از این امگذرانی تنها 3% کودکان از جمله مهاجران، لولی‌ها و آنهایی که شهروندی ندارند کنار ماندند.